به نام خدا. سلام. به قسمت سوم از آموزش 0 تا 100 HTML و CSS خوش اومدید. این قسمت شامل 6 بخش میشه که در بخش اول میخوایم بریم سراغ معرفی اتریبیوت ها در HTML. اتریبیوت ها یا صفت یا صفات در HTML چیزهایی هستند که درون تگ های HTML قرار میگیرن و به اونها ویژگی یا قابلیت جدید رو اضافه میکنن. خب تگ های HTML یا همه تگ های HTML میتونن اتریبیوت بگیرن. ما قبلا هم از این اتریبیوت ها استفاده کردیم، ولی چون معرفیشون نکرده بودم بهشون اشاره نکردم تا به موقعش. خب قبل از هر چیزی من میرم توی دسکتاپ یه فولدر ایجاد میکنم، مینویسم مثلا قسمت 3 اپیزود 3 و حالا میام اینو میکشم توی وی اس کد تا این فولدر باز بشه. خب گوشه اپیزود 3 رو اینجا باز کردم و حالا میخوام یه سند HTML ایجاد کنم. همونطور که میدونید میذارم index.html اسم و فرمت فایل. خب. شیفت علامت تعجب و اینتر. خب سند HTML رو ایجاد کردم و اسم تایتل صفحه هم میذارم attributes یا صفات. خب حالا میخوایم از اتریبیوت استفاده کنیم. نحوه نوشتن اتریبیوت اینجوریه که اگر تگ ما دو قسمتی باشه، یعنی از قسمت باز و بسته تشکیل شده باشه، باید اتریبیوت رو توی قسمت باز بنویسیم. مثلا توی تگ P باید اینجا توی این قسمت اتریبیوت رو نوشت، اینجا دقیقاً. و اگر هم تگمون یه قسمتی باشه اون رو توی همون قسمت اولش می‌نویسیم، دیگه جای دیگه ای نیست که بنویسیم. خب گفتیم که اتریبیوت ها رو ما قبلا هم استفاده کردیم. چجوری؟ مثلا اینجا توی متا تگ ها، مثلا این خودش یه اتریبیوت هست، اتریبیوت نیم، یا اینجا کرست برای این تگ متا خودش یه اتریبیوت هست که مقدار UTF-8 داره. یا مثلا برای HTML تگ HTML ما اتریبیوت لنگ رو داشتیم که می اومدیم زبان صفحمون رو تعیین می‌کردیم، می نوشتیم لنگ برابر با en، یا اگر فارسی بود می نوشتیم فا. اینها هم یه نوع اتریبیوت هستن، یه نوع صفت هستن که به تگ ها داده شدن و قابلیت جدید رو به اون تگ اضافه کردن. خب ما در کل 4 نوع اتریبیوت داریم. یه سری اتریبیوت ها بهشون میگن اتریبیوت های عمومی یا صفات عمومی که برای همه تگ های HTML وجود دارن، مثل اتریبیوت استایل که ما اینجوری می نویسیم استایل مساوی با دابل کوتیشن، و اینجا میتونیم استایل های CSS رو بنویسیم و به اون تگ بدیم، ولی چون الان ما CSS رو هنوز یاد نگرفتیم فعلا مقداری بهش نمیدم. یه سری اتریبیوت های خصوصی هستن، مثلا اتریبیوت HTML فقط برای تگ داک تایپ هست و ما فقط میتونیم این اتریبیوت رو به این تگ بدیم و نمیتونیم اتریبیوت HTML رو به تگ P بدیم. اتریبیوت های دیگه اتریبیوت هایی هستن که دارای مقدار هستن، یعنی ما مثلا اگر بنویسیم استایل بعد حتما یه مقدار هم بهش بدیم و کدهای CSS رو اینجا بنویسیم، ولی یه سری اتریبیوت هایی هستن که اصلا نیاز به مقدار ندارن، دقیقا مثل همین اتریبیوت HTML یا صفت HTML که به تگ داک تایپ دادیم و دیگه مقداری بهش ندادیم و دیگه خودش میدونه باید چجوری عمل کنه. خب حالا چون ما تگ های زیادی رو هنوز نخوندیم نمیتونیم زیاد سراغ اتریبیوت های پیچیده یا اتریبیوت های بیشتر بریم. فعلا یک از ساده شروع میکنیم، مثلا مثل اتریبیوت تایتل که تقریبا اتریبیوت عمومی هست و مثلا من میخوام بنویسم اول توی تگ پی ام بنویسم سلام، مثلا آموزش فرانت اند، اشتباه نوشتم، فرانت اند. خب آموزش فرانت اند. حالا میخوام به این تگ یه اتریبیوت تایتل اضافه کنم، پس چون تگ هم دو قسمتی هست، یعنی از تگ باز و بسته تشکیل شده، میام توی قسمت باز می نویسم تایتل، البته انگلیسی تایتل مساوی با، خب دابل کوتیشن هم گذاشتم. حالا اینجا این متنی رو قرار میدم، مثلا می نویسم آموزش HTML و
CSS. خب حالا این اتریبیوت چیکار میکنه؟ میریم خروجی رو ببینیم که بهتون بگم دقیقا چه کار میکنه. خب برای دیدن خروجی من اول اینو پنجره رو به 2 قسمت تبدیل کنم و بیام اینجا اینو باز کنم، خروجی رو ببینم اینجا. خب اینم میارم، اگر بیاد خوبه. خب اینم میارم اینجا و اینم اینجا. خب خروجی رو میبینیم. من خروجی این سند HTML رو نشون دادم که تایتل صفحه هم هست اتریبیوت، چیزی که اینجا نوشتم، و یه تگ پی دارم که نوشته آموزش فرانت اند، و یه اتریبیوت تایتل هم داره که اگر من موسم رو بیارم روی متن، ببینید آموزش HTML و CSS نمایش داده میشه و اگر متن رو بردارم از بین میره. پس اتریبیوت تایتل نقشش اینه که اگر ما بیایم روی متن یا هر المان دیگه و متن رو روی اون نگه داریم، یه توضیح راجع به اون تگ یا المان به ما نشون داده میشه. اتریبیوت ها هم معمولا با حروف کوچک نوشته میشن و البته میشن با حروف بزرگ نوشت، اما حتما شما با حروف کوچک بنویسید و اسمشو بنویسید که الان اسم این اتریبیوت هست تایتل و مساوی دابل کوتیشن و بین دابل کوتیشن ها مقدارتون رو وارد کنید. دیگه نکته خاصی نمیمونه. توی بخش بعدی هم میریم سراغ لینک ها در HTML که اونجا باز بیشتر راجع به اتریبیوت ها صحبت میکنیم. در بخش دوم از قسمت سوم میریم سراغ لینک ها. خب لینک ها به متن ها یا عناصری در HTML گفته میشه که ما رو از یک صفحه وب به یک صفحه وب دیگه منتقل میکنه که نقش مهمی هم توی صفحات وب برای ما ایجاد میکنن. برای ایجاد کردن لینک هم ما تگ مخصوص به خودشو داریم و به اون تگ A گفته میشه که از 2 بخش تگ باز و تگ بسته تشکیل شده و نوشتنش هم به این شکل است، تگ A. و بین این تگ A میتونه متن، تصویر یا هر عنصر دیگه‌ای قرار بگیره و اون رو لینک دار کنه و اون عنصر متن یا تصویر رو لینک دار کنه. برای شروع من از یک متن استفاده میکنم. من مثلا مینویسم سایت ورزش 3. خب مینویسم سایت ورزش 3. حالا اینجا رفرش میکنم و این متن الان یک متن لینک دار است، اما وقتی روی اون کلیک میکنم هیچ جا نمیره. چرا؟ چون هنوز بهش نگفتم که اگر روی متن کلیک شد به چه سایتی برو یا به چه صفحه‌ای منتقل شو. برای اینکه تعیین کنم که وقتی روی متن کلیک شد به چه سایتی یا به چه صفحه‌ای منتقل بشه، باید از یه اتریبیوت ویژه به تگ A استفاده کنم که جزء اتریبیوت های خصوصی هست یا اتریبیوت های ویژه هست. خب برای وارد کردن اتریبیوت هم گفتم باید توی تگ باز بنویسیمش. خب یه اسپیس میزنم و مینویسم href. اگه بزنم خودش بهم پیشنهاد میده. href رو وارد میکنم و حالا اینجا باید لینک صفحه‌ای که میخوام وقتی که روی این کلیک شد منتقل پیدا کنه به اون صفحه وارد بشه. من قبلا آدرس سایت ورزش رو کپی کردم و کنترل وی رو که بزنم اینجا این متن کپی میشه. خب حالا اینجا رفرش میکنم، ببینید الان یه متنی شد که رنگش تقریبا آبیه، حالا یه بنفش آبیه. من زوم کنم. خب و زیرش هم خطه و وقتی هم موس رو روی اون میارم ببینید علامت موس تغییر میکنه، تبدیل به یه دست میشه. حالا من میخوام روی این متن کلیک کنم و اگر کلیک کنم باید وارد سایت ورزش 3 با این آدرس بشه. کلیک که میکنم ببینید وارد سایت ورزش 3 شد. خب برگشت رو بزنیم. پس این شد href، اتریبیوت href که توی اون آدرس مورد نظر رو وارد میکنیم و اگه روی اون کلیک شد به صفحه مورد نظر منتقل میشیم. خب اتریبیوت دیگه تگ A اتریبیوت تارگت هست که ما به کمک اون تعیین میکنیم که صفحه‌ای که قراره به اون منتقل بشیم چجوری باز بشه. خب یعنی چی؟ یعنی چجوری باز بشه؟ یعنی اگر من روی این کلیک کردم صفحه‌ای که میخوایم بریم همینجا باز بشه، یعنی جایگزین صفحه قبلی بشه، یا نه وقتی که روش کلیک شد یه تب جدید اینجا باز بشه و توی تب جدید بریم و صفحه مورد نظر رو ببینیم.
خب من تارگت رو می نویسم، اتریبیوت تارگت. خب ببینید 4 مقدار داره که مقدار دیفالت یا پیشفرضش سلف هست. یعنی اگر ما هیچ تارگت رو ننویسیم خودش سلف در نظر میگیره. یعنی اگر الان من هیچ اتریبیوت تارگت رو بهش ندم، خودش به صورت عادی سلفه و یعنی همینجا لینک رو باز میکنه توی همین تب. ولی اگر اتریبیوت تارگت رو بهش بدم با مقدار آندرلاین بلنک، چیکار میکنه؟ میاد رفرش کنم. خب میاد چیکار میکنه؟ میاد اگر روی این کلیک کردم صفحه مورد نظر من رو توی تب جدید باز میکنه. امتحانش کنیم. ببینید رفت توی تب جدید اون صفحه رو باز کرد و صفحه من رو نگه داشت. و و مقادیر دیگه هم که پرنت و تاب هستند رو حالا جلوتر که رفتیم بیشتر مورد بررسی قرار میدیم. ولی بیشترین مقادیری که استفاده میشه یکی آندرلاین بلنک هست و یکی آندرلاین سلف که اگه گفتم اگر ما هیچی برای تارگت وارد نکنیم خودش مقدارش دیفالتش آندرلاین سلف هست. و نکته نمیمونه دیگه راجع به لینک ها. و اما این نکته دیگه بگم که ممکنه الان ما مثلا راجع همین تگ A یه سری چیزا رو بررسی نکرده باشیم که اون قول میدم که جلوتر هرچی توی آموزش جلوتر بریم نکات بیشتری رو هم راجع به سایر تگ ها یا همین تگ A یا اگه پروژه‌ای باشه یا مینی پروژه‌ای باشه توی اونها حتما نکات تکمیلی گفته میشه. اما حالا میخوام مثالای بیشتری بزنم. مثلا میخوام یه تصویر رو لینک دار کنم. برای این کار میام اول از همه که توی اینجا فولدر اپیزود 3 هست یه فولدر ایجاد میکنم با کمک با زدن این دکمه نیو فولدر، یا اینجا کلیک راست میکنم و میزنم نیو فولدر و اسمش رو میذارم ایمیج. خب الان این یه پوشه ایجاد شد و میخوام توی این چند تا عکس قرار بدم. خب من از سیستمم یه عکس میارم و انتقال میدم به اینجا. خب یا میتونیم چجوری، یا مثلا بیایم یه راه دیگه که هست اینجا ما این فولدری که فولدر اپیزود 3 الان فولدر ایمیج رو ساختیم و اینجا بیام یه عکسی کپی کنیم. فرقی نمیکنه. خب من VS کد رو دوباره باز کنم. الان میخوام یه عکس رو بیارم و به اون لینک بدم. ولی خب گفتم چون هنوز چیزای زیادی یاد نگرفتیم، مثلا هنوز استفاده از عکس ها رو توی HTML یاد نگرفتیم، پس من الان نمیتونم به شما بگم مثلا یه عکس رو چه جوری لینک دار کنم. پس وقتی جلوتر رفتیم و عکس ها رو هم یاد گرفتیم این مورد رو، این مثال رو هم بررسی میکنم و به خاطر همینه که ما مینی پروژه قرار بدیم که اگر توی طول دوره یه سری نکات گفته نشد توی اون مینی پروژه یا توی اون پروژه نکات تکمیلی تر گفته بشه و دیگه همه چیز تکمیل باشه و چیزی از قلم نیافته. خب فعلا چیزی نمیمونه. اینم روش استفاده از لینک ها. با اتریبیوت href آشنا شدیم که آدرس دهی میکنیم. حالا اینجا هر آدرسی دوست دارید میتونید وارد کنید، مثلا سایت دیجیکالا یا هر سایت دیگه. و اتریبیوت تارگت که گفتم مقادیر آندرلاین بلنک و آندرلاین سلف رو داره. توی بخش سوم میخوایم بریم راجع به آموزش نمایش دادن تصویر در صفحات وب صحبت کنیم. خب برای نشون دادن تصویر توی یک صفحه وب باید از تگ به خصوص به خودش استفاده کنیم که تگ img هست که مخفف کلمه ایمیج و از کلمه ایمیج گرفته شده به معنای تصویر. خب تگ img از نوع تگ هایی هست که یه قسمتیه و فقط از یک تگ باز تشکیل شده، یعنی تگ های تنها یا سینگل تگ هست و نوشتنش هم به این صورت که ما علامت بزرگتر رو می‌نویسیم img اسلش و علامت کوچکتر. این تگ img هست. و الان اگر رفرش کنم هیچ چیزی نشون داده نمیشه چون هنوز نگفتم که قراره چه تصویری رو به نمایش بذاره. خب تگ img دو تا اتریبیوت خیلی مهم داره. یکی src و دیگری alt که src من می‌نویسم src برای وارد کردن آدرس اون تصویری که می‌خوایم توی صفحه وب نشون داده بشه هست و اون رو اینجا وارد می‌کنیم تا تصویر به نمایش داده بشه، به نمایش قرار بگیره. و اتریبیوت دیگه اتریبیوت alt هست. من می‌نویسم alt و alt هم کارش اینه که ما یک توضیح مختصر و کوتاه راجع به اون تصویر می‌نویسیم که
این توضیح توی سئو سایت خیلی مهم هست و در سئو نقش بسزایی داره. خب حالا میخوایم، الان بازم رفرش کنم خروجی نمیبینیم و حالا میخوایم یک تصویر رو به این بدیم یا آدرس یک تصویر رو بدیم تا تصویر نمایش داده بشه. خب توی جلسه پیش گفتم که ما یه فولدر ایجاد میکنیم به کمک کلیک راست نیو فولدر یا اینجا دکمه نیو فولدر اینجا ایجاد میکنیم و توی اون تصاویرمون رو وارد میکنیم. میتونیم تصویر رو هم کنار همین، یعنی فولدر ایجاد نکنیم و کنار همین سند HTML بذاریم، اما برای اینکه یکم مرتب تر بشه این کار رو انجام میدیم. خب ما تصویر رو وارد کردیم. حالا تصویرمون اینه، لوگو ست فرانت. حالا میخوام یه تصویر دیگه هم وارد کنم. اینو دوباره از حالا هر جایی که هست میکشید میاد اینجا، تصویر یه گربه هست اینجا هم من وارد میکنم و حالا میخوام تصویر رو، آدرس تصویر رو به این بدم. خب آدرس دهی یک بحث مهمه توی HTML که چجوری ما آدرس دهی کنیم. خب حالا بهتون توضیح میدم. من این یک کمی اینجا رو بزرگتر کنم خب که واضح بشه و کامل مشخص بشه. خب img و حالا میخوام تصویر رو وارد کنم. ما سند HTML مون خب اینجا هست و کنارش یه فولدر هست. وقتی میخوایم از کنار سندمون، یعنی جایی که سندمون هست، وارد یه فولدر بشیم که کنار همون سند قرار گرفته، یعنی اینا اینجا توی یک سطح قرار گرفتن، همشون توی یک سطحن. خب میزنم دات اسلش، ببینید من پاک کنم دات اسلش، یعنی همین جایی که سند HTML قرار گرفته، یعنی توی همین بیا بگرد و اون پوشه یا تصویری که میخوای رو انتخاب کن و نمایش بده. خب پس میزنم چی؟ دات اسلش، یعنی همینجا بگرد. خب حالا میگه خب اینجا دنبال چی میگردی؟ من میخوام وارد فولدر ایمیج بشم، پس مینویسم ایمیج. حالا میخوام برم توی ایمیج و اون تصویر رو انتخاب کنم، پس یه اسلش دیگه میزنم و میگم از توی ایمیج مثلا تصویر cat.jpeg رو انتخاب کن و دقیقا همین رو مینویسم cat. حالا فرمتش jpeg و این نحوه آدرس دهیه و آدرسش رو دادم و حالا اگر رفرش کنم باید تصویر به نمایش در بیاد و اگر رفرش کنم بله تصویر رو به خوبی نشون داده. خب حالا میخوام یه کمی آدرس دهی رو یکم پیچیده در کنم. توی ایمیج میخوام یه فولدر دیگه بسازم به نام img مثلا، حالا یا هر اسمی، و این کت رو ببرم توی img، میزنم move. خب حالا اگر رفرش کنم ببینید تصویر نشون داده نمیشه، چون این آدرسی که برای این تصویر انتخاب کردیم الان دیگه درست نیست و برای اینکه اصلاحش کنیم چیکار میکنیم؟ من کامل پاک کنم. خب قراره از index.html شروع کنیم. من می‌نویسم دات اسلش، یعنی از همین جایی که این سند هست بگرد و پیدا کن و میگم برو توی فولدر ایمیج. خب حالا میخوام توی فولدر ایمیج دنبال یه چیز دیگه بگردم، پس اسلش رو میزنم و حالا میخوام برم از طریق فولدر ایمیج وارد فولدر img بشم، پس دوباره اسم فولدر رو مینویسم img دوباره اسلش، یعنی میخوام توی فولدر img حالا دنبال اون فایل مورد نظر بگردم. مینویسم cat.jpeg. حالا اگر رفرش کنم تصویر نشون داده میشه. حالا یه سطح بریم بالاتر. مثلا من میام این سند HTML رو خودش رو توی فولدر دیگه قرار میدم. من یه فولدر توی همین سطح، توی همین روت اصلی قرار میسازم. مثلا می‌نویسم کد، یا اصلا نه اسمشو میذارم HTML. اسم پوشم رو گذاشتم HTML و حالا این رو برمی‌دارم میارم توی پوشه HTML. خب حالا اگر رفرش کنم باز چیزی نمایش داده نمیشه، چون اصلا این آدرسی که اینجا هست بعد دوباره وارد بشه و من دوباره این فایل رو باز کنم. پس اینو میبندم، این فولدری که ایجاد کردیم رو باز میکنم، وارد HTML میشم و این سندی است که قبلا ایجاد کردیم. الان درسته، ببینید الان خروجی نمایش داده میشه. خب دوباره سند HTML رو باز کردم. حالا میخوام آدرس دهی کنم. الان این آدرسی که اینجا وارد شده دوباره میگه اشتباهه و چیزی نشون داده نمیشه. برای آدرس دهی دوباره خب الان ما دیگه اگر بزنیم، من اینو کامل پاک کنم،
یعنی آدرس src رو کامل پاک میکنم. خب یکم هم اینو اینجوری کنم. خب حالا میخوام بگم از فولدر HTML برو توی فولدر ایمیج و از اون برو توی IMG و از توی IMG این کت رو بردار. خب اگه من به نظرتون باید چیکار کنم؟ بعد مثلا دات اسلش، درسته؟ نه، چون ما الان اگر دات اسلش بذاریم یعنی از جایی که خود HTML هست شروع کن. خب من درسته شروع کردم از جایی که هست، ولی توی فولدر HTML چیزی جز خود سند وجود نداره. پس باید یه سطح بریم بیرون تر، یعنی بیایم بیرون از این فولدر و از اونجا بگردیم. برای این کار چه کار میکنیم؟ مینویسم 2 تا نقطه میذارم، 2 تا دات، 2 تا نقطه اسلش. حالا ببینید حالا اومده توی سطح بالاتر و گفته حالا با 2 تا نقطه اسلش رو که زدیم، حالا گفته کدوم رو میخوایم. میگه فولدر HTML رو میخوای یا فولدر ایمیج؟ ما فولدر ایمیج رو میخوایم. پس مینویسم ایمیج دوباره اسلش. خب توی ایمیج من دوباره فولدر IMG رو میخوام. پس IMG اسلش و حالا cat.jpeg. اگر رفرش کنم ببینید دوباره تصویر نشون داده میشه. حالا دوباره یه سطح سخت‌ترش میکنم، میرم این HTML توی HTML و کد رو یه فولدر کد ایجاد میکنم و دوباره سند HTML رو میبرم توی کد، یعنی یه لایه عمیق‌ترش کردم. و حالا اگه دوباره رفرش کنم باید از بین بره. بله من میام چیکار میکنم و دوباره اینو باز میکنم HTML کد و دوباره خروجی رو به نمایش میذارم. دوباره اگر رفرش کنم دوباره تصویر نشون داده نمیشه، پس باید دوباره آدرس دهی کنم. خب ما میخوایم از توی کد یه لایه بیایم بالاتر بریم توی HTML و از اون یه لایه بیایم بالاتر بیایم توی روت اصلی که فولدر ایمیج و HTML هست و از اونجا بریم توی ایمیج و از اونجا بریم توی IMG و در نهایت این تصویر رو بگیریم. پس باید چیکار کنیم؟ گفتم میخوایم از کد بریم توی HTML، یعنی یه لایه بیایم بالاتر. پس 2 نقطه اسلش. خب اومدیم بالاتر. حالا از توی کد میخوایم، الان توی کد هستیم، خب توی فولدر HTML هستیم. الان ما توی فولدر HTML هستیم که فولدر کد وجود داره و حالا دوباره از این میخوایم یه لایه بیایم بالاتر، دوباره 2 نقطه اسلش. حالا اومدیم توی روت اصلی پروژه، جایی که فولدر HTML و ایمیج وجود داره. حالا از اینجا میخوایم وارد فولدر ایمیج بشیم. پس ایمیج رو وارد میکنم، دوباره اسلش IMG، چون میخوایم وارد فولدر IMG بشیم از توی فولدر ایمیج. دوباره از توی این IMG میخوایم یه فایل رو بگیریم. پس اسلش cat.jpeg. اگر رفرش کنم خروجی به درستی نمایش داده شده. خب این از آدرس دهی و نحوه نمایش تصویر. حالا میخوام برای این تصویرم یه توضیح مختصر بنویسم. مثلا می‌نویسم عکس گربه، یعنی اتریبیوت آلت چیکار میکنه؟ گفتم یه توضیح مختصر رو به یه تصویر اضافه میکنه و نقشش اینه که توی سئو خیلی مهمه و سعی کنید همیشه برای تصویراتون یه آلت مناسب قرار بدید. خب حالا میخوام این تصویری بذارم و اون رو لینک دار کنم، چیزی که توی جلسه قبلی ما چون هنوز با IMG آشنا نشده بودیم انجام ندادیم. پس برای لینک دار کردن تصویر باید از 2 تا تگ A و IMG استفاده کنم. پیشنهاد میدم ویدیو رو متوقف کنید و خودتون ببینید میتونید انجام بدید یا نه. خب من تگ A رو قرار میدم و حالا گفتیم بین تگ A میتونه متن، تصویر یا هر المان دیگه قرار بگیره. من میخوام یک تصویر رو قرار بدم، پس بینش تگ IMG رو میذارم و اسلش علامت کوچکتر و حالا باید به این IMG آدرس بدم src. میخوام چیکار کنم؟ میخوام از فولدر کد بیام و این تصویر ست فرانت رو بردارم. پس 2 نقطه اسلش میزنم که یه لایه بیاد بالاتر، دوباره 2 نقطه اسلش میزنم دوباره یه لایه میاد بالاتر و حالا میخوام از اینجا فولدر ایمیج رو انتخاب کنم. پس مینویسم ایمیج. دوباره میخوام برم توی ایمیج حالا و تصویر ست فرانت رو بردارم. پس اسلش رو میزنم و مینویسم ست فرانت. دقیقاً دارم باید اسم رو رعایت کنیم، یعنی از حروف کوچک بزرگ که استفاده شده بعد اینجا هم رعایت کنیم .png. حالا اگه من رفرش کنم ببینید تصویر
یکم زوم اوت کنم تصویر نشون داده میشه، اما هنوز لینک دار نیست. چرا؟ چون با هنوز اتریبیوت href رو به تگ A مون اضافه نکردیم. من href رو هم اضافه میکنم. خب و میخوام حالا دوباره آدرس سایت وردی3 رو مثلا میذارم و از تارگت آندرلاین بلانک استفاده میکنم که اگر روی تصویرم کلیک شد توی تب جدید باز بشه، نه توی همین تب. رفرش میکنم که به روزانی بشه، تغییرات اعمال بشه. حالا اگر روی این تصویر کلیک کردم باید توی یه تب جدید سایت وردی3 باز بشه. تست میکنیم. بله، سایت وردی3 با کلیک روی این تصویر باز شد، اما اگر روی این کلیک کنم روی این تصویر هیچ اتفاقی نمیفته چون تصویرم لینک دار نیست. اما این تصویر رو ما تونستیم به کمک تگ A و تارگت آندرلاین بلانک لینک دار کنیم که توی تب جدید وقتی روش کلیک شد اون سایت مورد نظر یا صفحه وب مورد نظرمون باز بشه. توی بخش چهارم از قسمت سوم میخوایم بریم سراغ معرفی تگ پیکچر. تگ پیکچر یه تگیه که میاد برای ما تصویر رو به نمایش میذاره، دقیقاً مثل تگ img، اما یه سری ویژگی‌ها و یه قابلیت جدید داره که یکم فراتر از تگ img عمل میکنه. خب برای استفاده از تگ پیکچر به این شکل عمل میکنیم که مینویسیم پیکچر علامت کوچکتر و از اون دسته تگ هایی هست که از دو قسمت تگ باز و تگ بسته تشکیل شده، ولی خب حالا من تگ پیکچر رو اشتباه نوشتم و دوباره می نویسمش پیکچر. الان درسته. خب این از تگ پیکچر و حالا برای اینکه آدرس تصویر رو به این تگ پیکچر بدیم باید از یه تگ دیگه استفاده کنیم و بین این تگ پیکچر ما باید از تگ سورس برای آدرس دهی استفاده کنیم که از اون سینگل تگ هست، یعنی تگ های تنها فقط از یک قسمت تشکیل شده. خب بنویسم سورس و حالا این سورس دو تا اتریبیوت یا صفت میگیره، دو تا اتریبیوت خیلی مهم. اولی به اسم مدیا و خودش هم بهم پیشنهاد میده. اولیش هست مدیا و دومین اتریبیوتی که میگیره src set هست. خب پس دو تا اتریبیوت مهم، یکی به اسم مدیا و دومی به اسم src میگیره این تگ سورس. تگ سورسی که بین تگ پیکچر قرار میگیره. خب حالا کارای این اتریبیوت ها چیه؟ خب اول بگیم که پیکچر چه ویژگی داره. خب تگ پیکچر میاد میتونیم به کمک اون تعیین کنیم که توی هر سایز مشخص از صفحه نمایش یا هر سایز مشخص از مرورگر چه تصویری نمایش داده بشه. مثلا من میگم توی سایز بزرگ فلان تصویر رو نشون بده و توی سایزهای کوچیک‌تر فلان یه تصویر دیگر رو نشون بده. به کمک تگ پیکچرز میتونیم این کار رو انجام بدیم. خب حالا برای تعیین اینکه چه سایزی توی چه عکسی نمایش داده بشه از اتریبیوت مدیا استفاده میکنیم. به این شکل که میگیم پرانتز باز و بسته مینویسم مین ویدت دو نقطه مثلا 650 پیکسل. این یعنی چی؟ یعنی از صفحه نمایش 650 پیکسل به بالا آدرسی که تصویری که من اینجا وارد کردم رو تو نمایش بده. پس src set برای وارد کردن آدرس اون تصویره. خب ما الان اینجا هستیم و میخوایم از همین جایی که سند HTML هست وارد فولدر ایمیج بشیم. پس می‌نویسم نقطه اسلش خب ایمیج و از توی ایمیج میخوام حالا یه تصویر رو انتخاب کنم. میگم cat.jpeg و آدرس این تصویر کت رو بهش دادم، تصویر گربه رو. پس الان این تصویر زمانی که صفحه نمایش من 650 پیکسل به بالاست، یعنی از 650 پیکسل به بالا باشه سایزش، این تصویر نشون داده میشه. خب حالا میخوام یه تصویر دیگه هم وارد کنم. پس از یه تگ سورس دیگه استفاده میکنم. مینویسم سورس و حالا دوباره همین دو تا اتریبیوت رو بعد بهش بدم. یکی مدیا و حالا میخوام بگم اگر صفحه نمایش من 465 پیکسل به بالا بود بیا تصویری که میگم رو نشون بده. پس می‌نویسم min width 465 پیکسل. پیکسل هم یکی از واحدهای اندازه‌گیریه که حالا جلوتر بریم بیشتر راجع بهشون صحبت می‌کنیم. خب میگم حالا
آدرس سایت، آدرس تصویری که میخوام نشون بده رو وارد میکنم، میگم نقطه اسلش ایمیج اسلش بنر دات جی پی جی. خب الان این یعنی چی؟ خب الان ما دو تا تصویر داریم. به این گفتم 650 پیکسل 650 پیکسل به بالا بودی این تصویر رو نشون بده، تصویری که آدرسش رو به دادم، و اگر 465 پیکسل به بالا بودی بیا این تصویر رو نشون بده. خب دقیق تر بخوایم بگیم یعنی این که اگر ما اندازه صفحه نمایشمون 665 پیکسل تا 650 پیکسل بود، یعنی از 665 تا 650 هم نه 649، پس از 665 تا 649 بود بیا این تصویر رو نشون بده، و زمانی که صفحه نمایش به 650 پیکسل به بالا رسید بیا این تصویر رو نشون بده. خب بریم خروجی رو ببینیم چه جوری شده. خب خروجی اینجاست، من رفرش کنم. خب الان چیزی رو نشون نمیده، درسته؟ خب صفحه نمایش من با این ابزار چجوری باز شد؟ کلیک راست میکنم، این اسپکت رو میزنم و این باز میشه و با کمک این میتونیم صفحه نمایش رو بزرگ و کوچیک کنیم و اینجا هم نشون داده میشه. یا ابزار دیگه این رو میزنم، این علامت تبلت یا موبایل هست و میام اینجا میزنم ریسپانسیو. خب یا اینو میگیرم و کوچیک و بزرگ میشه و اندازه صفحه نمایش اینجا نوشته میشه. اگه من کوچیک کنم این اندازه ببین تغییر میکنه، اگه بزرگش کنم اندازه کم و زیاد میشه. خب الان من 650 پیکسل به بالا هستم اما تصویر نشون داده نشده، پس یعنی این مشکلی توی کد ما هست. میریم اون مشکل رو پیدا کنیم. خب من تگ پیکچر رو وارد کردم، سورس رو هم گذاشتم، مدیا مین ویدت 2.650 پیکسل، همه چیز درسته تا اینجا. src set image cat.jpeg. یه مشکلی که هست، من یه چیزی رو فراموش کردم. خب ما الان تعیین کردیم توی 650 پیکسل این تصویر رو نشون بده و در 665 تا 649 پیکسل بیا این تصویر رو نشون بده. خب حالا اگر سایز تصویر ما خارج از اینا بود، یعنی کوچکتر از 665 بود، بعد چی رو نشون بده؟ ما هنوز اینو تعیین نکردیم. برای این کار حالا نکنیم که مثلا فقط کمتر از 665 بود، یا اصلا ما اومدیم این تصویرها به هر دلیلی نمایش داده نشدن، بعد تعیین کنیم اگر در صورت بروز خطا برای این دوتا تصویر، بعد مشخص کنیم کدوم تصویر رو نشون بده. اینجا از تگ img استفاده میکنیم. تگ img زمانی نمایش داده میشه که به هر دلیلی این دوتا تصویر به نمایش در نیان. حالا ممکنه سایز صفحه متفاوت باشه که این دوتا تصویر به نمایش در نیان، یا نه کلا ممکنه تصویر مشکل داشته باشه، خود از مشکل از تصویرها باشه. پس باید تعیین کنیم اگر به هر دلیلی این دوتا تصویر نشون داده نشدن کدوم تصویر رو به نمایش بذاریم. خب حالا img هم دوتا اتریبیوت داره، پس قبلا معرفیشون کردم. src میام آدرس اون تصویری که در صورت بروز خطا برای این دو تصویر رخ داد و تصویر جایگزینی که میخوام نشون بدم رو به این میدم. پس من 3 تا تصویر دارم، یکی کت رو که به این دادم، بنر رو هم دادم و میخوام بگم اگر به هر دلیلی این دوتا تصویر به نمایش در نیومدن تو بیا این تصویر ست فرانت رو نشون بده. آدرس دهی میکنم نقطه اسلش، میرم توی پوشه ایمیج اسلش و set front.png. حالا گفتم اگر این دوتا تصویر به نمایش در نیومدن تو بیا این رو نشون بده. حالا میریم خروجی رو ببینیم. خروجی اینجاست. خب من رفرش کنم. خب الان ما سایز صفحمون 983 یعنی بالاتر از 650. خب من کم کم کوچیکش میکنم تا برسیم به 650. الان 654. خب من یکی یکی اینجا کم میکنم. 653 652 651 650 همچنان داره اون تصویری که مربوط به سایز 650 به بالا بود رو نشون میده. حالا اگر بیام 649 باید تصویری که گفتیم توی سایز 465 به بالا رو نشون بده، به نمایش در بیاد. حالا اگر 649 برسه میبینید الان من بیام توی کد گفتم اگر تصویری که اگر 650 به پایین بود یا 465 تا
649 بود، بیا این تصویر بنر رو نشون بده. دقیقاً این تصویر الان داره به درستی عمل میکنه. حالا این هم کوچیک میکنم تا برسیم به 465. خب کم کم میام پایین. الان 464. ببینید 470 465. خب گفتیم 465 به بالا این تصویر رو نشون بده و اگر کوچیک‌تر شد چه کار کن؟ بریم دوباره توی کد و اگر کوچیک‌تر شد بیا این تصویر رو نشون بده. تصویر جایگزینی که گفتم اگر هیچ کدوم از این سایزا نبود بیا این تصویر IMG رو به نمایش در بیاد. دوباره میریم خروجی رو ببینیم. من میکنمش 464 و اون تصویر رو نشون میده. و همین راحتی. پس به کمک تگ پیکچر میتونیم تعیین کنیم که چه تصویری در چه سایزی نمایش داده بشه و حتما باید توی تگ پیکچر از تگ سورس برای آدرس دهی و تعیین سایزها کمک بگیریم و حتما باید داخلش تگ IMG باشه که تصویر جایگزین به نمایش در بیاد. توی بخش پنجم میخوایم راجع به یه ویژگی دیگه صحبت کنیم به اسم فیو آیکون. فیو آیکون چی است؟ ما اگر این سند HTML رو باز کنیم و خروجی رو ببینیم که من از قبل این کار رو کردم، این خروجیه و چون کدی توی قسمت بادی نیست اینجا صفحه سفید نشون داده میشه. خب فیو آیکون به این آیکونی گفته میشه که در گوشه این تب مرورگر باز هست. خب ما میخوایم اینو تغییر بدیم و یه چیز دلخواه بذاریم. الان این تصویری که هست تصویر کره زمینه دیفالت مرورگر هست و چیزی که از پیش‌فرض برای مرورگر تعیین شده و حالا میخوایم این آیکون رو تغییر بدیم به کمک HTML. خب وارد VS Code میشم و برای این کار باید توی قسمت head یعنی این قسمت تگی به اسم تگ لینک رو اضافه کنم. من می‌نویسم لینک و تگ بسته‌اش رو هم قرار میدم. البته این اشتباه لینک اسلش لینک. البته نه تگ بسته نمیخواد دیگه. تگ لینک جزو تگ هاییه که یه قسمتیه و فقط از تگ باز تشکیل شده. خب چند تا اتریبیوت این تگ میگیره. اولین اتریبیوتی که ما بهش میدیم اتریبیوت رل هست. رل رو وارد میکنه و این اتریبیوت تعیین کنه که این تگ برای چه کاریه. خب مثلا ما میتونیم بنویسیم آیکون. خب یا فیو آیکون فرقی نمیکنه. من اینو رابطه این تگ با صفحه با سند HTML رو مشخص میکنه، با مرورگر رو مشخص میکنه و من مینویسم آیکون یا شورت آیکون فرقی نمیکنه. یه چیز مرتبط باید باشه. دومین اتریبیوتی که میگیره اتریبیوت href هست. من مینویسم اینجا href. خب href چه کار میکنه؟ آدرس اون تصویر یا آیکونی که قراره اینجا به جای اون مرورگر قرار بگیره رو بهش میدیم. خب میتونیم هر تصویری باشه. من میخوام تصویر این setfront.png رو بذارم. پس آدرس دهی میکنم، میگم نقطه اسلش، میرم توی فولدر ایمیج اسلش و تصویر setfront.png رو انتخاب میکنم. و سومین اتریبیوت تایپ هست. من مینویسم تایپ مساوی با دو تا دابل بکتیک دابل کوتیشن. خب اینجا چیه؟ اینجا میاد نوع رسانه یا نوع چیزی رو که قراره لینک بشه به سند HTML و صفحه وب رو اینجا مشخص میکنیم. خب الان ما یه تصویر گذاشتیم درسته؟ پس مینویسم ایمیج اسلش حالا فرمت اون تصویر. خب فرمت تصویرمون .png هست. پس من مینویسم ایمیج اسلش png. اگر تصویر این کت رو انتخاب میکردیم مینوشتیم ایمیج اسلش jpeg یا اگر بنر رو انتخاب میکردیم مینوشتیم ایمیج اسلش jpg. پس نوع فایل یا رسانه‌ای که قراره لینک بشه به سند HTML و صفحه وب رو توی اتریبیوت تایپ مشخص میکنیم. رل هم که گفتیم باید آیکون باشه یا شورت آیکون یا یه توضیح مختصر یا ارتباطی که این لینک به سند HTML داره رو مشخص میکنه و href هم که آدرس اون فایلی که قراره به صفحه لینک بشه رو میدیم. حالا میریم خروجی رو نگاه کنیم ببینیم تغییر کرده اون لینک یا نه. من هنوز رفرش نکردم و هنوز همچنان این کره زمینه و اگر رفرش کنم بعد آیکون ست فرانت بیاد اینجا قرار بگیره. رفرش کنم بله ببینید تصویر
لوگو ست فرانت اینجا نمایش داده شد. توی بخش آخر یعنی بخش ششم از قسمت سوم میریم سراغ یه تمرین رو در اختیارتون قرار میدم که اونو انجام بدید و به چیزایی که تا قسمت سوم گفتیم بیشتر مسلط بشید. خب این تمرین خروجیش این هست. خروجی کدی که من نوشتم و قرار شما دقیقاً اون کد رو بنویسید و خروجیشون شبیه همین بشه اینه که یه عنوان اصلی داریم که وقتی موس رو روی عنوان اصلی میبرم متن عنوان اصلی ببینید نمایش داده میشه. زیر عنوان اصلی متن هست، بعد از اون 2 تا عنوان با درجه اهمیت کمتر و دوباره زیرشون یه متن قرار داره و دوباره یه عنوان دیگه با درجه اهمیت کمتر نسبت به این 2 تا عنوان و حتی این عنوان اصلی. و این پایینم یه لینک داریم که حالا با کمک اتریبیوت ها آدرس دهیش کردیم و یه تصویر داریم و یه تصویر هم اینجا داریم که این تصویره با تغییر اندازه سایز و عرض صفحه نمایش تصویر تغییر میکنه. میخوام نشون بدم اینجوریه که وقتی صفحه نمایش کوچیک میشه این تصویر رو ببینید. وقتی من صفحه نمایش رو کوچیک میکنم تصویر تغییر کرد و دوباره اگر کوچیکتر بشه دوباره هم تغییر میکنه. این تصویر ثابته، این که پایین ثابته ولی این بالاییه با تغییر عرض صفحه تصویر هم تغییر میکنه. این تمرین رو حتما انجام بدید و سعی کنید خروجیتون دقیقا همین بشه و همین. و حالا غیر از این تمرین هم خودتون سعی کنید کد بنویسید، تمرین انجام بدید، چیزایی که توی طول دوره گفتم و بارها تمرین کنید، چون هیچ چیزی به اندازه تمرین به شما کمک نمیکنه. سعی کنید توی سایت های مختلف برید و کدهای HTML اون رو بنویسید. CSS هم نمیخواد، فقط HTML رو بنویسید که بتونید مسلط بشید و بفهمید که چی به چی هست و یادگیریتون عمیق‌تر بشه. توی بخش آخر که یک بخش حالا اضافی از قسمت سوم هست، میخوایم بریم سراغ یکی از قسمت‌های مهم VS Code به نام قسمت اکستنشن یا افزونه ها که به ما کمک میکنن کد هامون رو راحت‌تر و سریع‌تر بنویسیم. خب یک سری اکستنشن هست که اگر بیاین توی این بخش ببینید اینجا VS Code رو که باز کنید این بخش نوشته اکستنشن، اینو باز کنید اینجا میتونیم یک سری افزونه رو نصب کنیم که به ما کمک میکنن کد هامون رو راحت‌تر بنویسیم و ظاهر کد هامون رو بهتر کنیم. اولین افزونه که حالا من اینا رو از قبل نصب کردم بهتون معرفی میکنم، چون شرایط اینترنت خیلی پایدار نیست، نمیشد که من یکی بیام سرچ کنم و اونا رو پیدا کنم و نصب کنم. اما اگر شما میخواید اونا رو پیدا کنید بعد اینترنتتون وصل باشه، اینجا اسم افزونه‌ای که من میگم رو سرچ کنید و اگر مثلا بازش کنید اینجا به جای گزینه دیزیبل و آنینستال گزینه اینستال هست که میشه نصبش کرد. خب اولین افزونه اوتو کلوز تگ هست. چیکار میکنه این تگ، این افزونه؟ یا اول اینو معرفی کنم. اوتو کامپلیت تگ یعنی چی؟ یعنی ما تا الان می اومدیم چیکار میکنیم؟ مثلا تگ، مثال میزنم، یه تگ هنوز نخوندیم، تگ پی رو بخوایم بنویسیم اینجوری می نوشتیم. خب یکی اینا رو می نوشتیم و که تگمون رو می نویسیم. اما اگر من میزنم پی و VS Code بهم پیشنهاد میده و اینو کلیک کنم یا اینتر بزنم خودش دیگه تگ رو برام می نویسه. پس کارای این اکستنشن این هست که میتونید با سرچ کنید اوتو کامپلیت تگ و اینجا گزینه اینستال هست و نصبش کنید و توضیحاتی هم راجع بهش نوشته که میتونید بخونید. بعدی اوتو کلوز تگ هست که تگ ها رو به صورت خودکار میبنده. یعنی چی؟ یعنی اگه من بیام دستی مثلا بنویسم پی، ببینید تگ بستش رو خودش بهم میده. حالا شاید آشنایی نداشته باشید با این تگ ولی خب اینجوریه، شاید هم داشته باشید. البته که با تگ پی قطعا آشنایی دارید چون اونو معرفی کردم. خب بعدی اوتو رینیم تگ هست. یعنی چی؟ یعنی مثلا من آقا یه تگ پی دارم، خب اینجا حالا میخوام اسم تگ رو عوض کنم، مثلا بذارمش A. اگر من تگ باز این تگ رو بذارم A، ببینید تگ بسته‌اش هم به صورت خودکار تغییر میکنه. یا میخوام A رو به P تبدیل کنم دیگه تگ بسته‌اش هم خودش خودکار تغییر میکنه و سرعت تغییر نام دادن تگ ها رو برای ما بیشتر میکنه. پس اوتو رینیم تگ.
بعدی حالا اینو در نظر نگیرید، بعدی کالر هایلایت هست که حالا مثلا اگر من اینو در نظر نگیرم یه رنگ اینجا بنویسم، ببینید هایلایت چه، این رنگ نمایش داده میشه، میگه این رنگ سفید هست. کارایش اینه. توی CSS بیشتر کاربرد داره که حالا جلوتر رفتیم میبینیم. بعدی متریال آیکون تم هست. چجوری هست؟ اگر اینو نصب کنید ببینید دیگه آیکون هاتون به این شکل نمایش داده میشه. قبل از نصبش ببینید این آیکون اینجوری نبود، اما اگر نصبش کنید دیگه آیکون های زبان های مختلف رو به صورت درست و زیباتر نشون میده. بعدی پریتیر هست، این افزونه. این چه کار میکنه؟ ببینید اگه من مثلا الان کد اینجا نوشتم، ای هم نوشتم، حالا اگر Alt Shift F رو بزنم، حالا ببینید یکم مثلا اینجوری کنم، Alt و Shift و F که بزنم، ببینید کدمو مرتب میکنه. من اینطوری بزنم، الان اینجا دیگه اضافیه دیگه، پس Alt Shift F که بزنم کدم رو میاد مرتب میکنه به کمک پریتیر، افزونه پریتیر که کد فرمتر هست، یعنی میاد کدمون رو با فرمت صحیح مینویسه. همین دیگه. بعدی هم مثلا ESLint هم هست که حالا این خیلی کاربردی نداره توی این مرحله، ولی افزونه‌های مهمی که گفتم این هست و میتونید اینجا هم سرچ کنید، افزونه دلخواه خودتون رو نصب کنید یا توی گوگل سرچ کنید مثلا افزونه‌های پرکاربرد در HTML و CSS. گزینه مختلفی میاد، میتونید پیدا کنید و اینجا سرچش کنید و نصب کنید برای خودتون.